اساس دموکراسی چی شد؟ اسلام هم میتواند در دموکراسی وجود داشته باشد و رشد کند. اسلام باز میتواند نمونه دیکتاتوریش هم داشته باشد. برای همین وقتی که پیمان ملی تاجیکستان میگه که ما طرفدار یک تاجیکستان آزاد، مستقل، دموکراتی و واقعا هم دنیوی هستیم و معنی آن هست که از تجربه پیشرفته کشورهای دیگری که واقعا هم دموکراتی و دنیوی و مستقل هستند استفاده شود و هدف نهایی پیمان هم همین هست. پس در دموکراسی تعریفش چی شد؟ حکومت از کی است؟ از مردم. توسط کی است؟ توسط مردم. بالای کی است؟ چیزی به نام خدا هست؟ چیزی به نام کتاب آسمانی هست؟ نه. بنابراین حکومت دموکراسی در مقابل حکومت تیوکراسی آمده و نظام جمهوری در مقابل نظام شاهی آمده. متوجه شدین؟ این دموکراسی است. گپای بنیانگذارای دموکراسی رو بگویم. در صفحه 13 چپترتان، کسایی که چپتر دارن صفحه 13 باز بکنین. در صفحه 13 چپترتان نوشته کرده یوروفسکی در خط اول 2 3 4 5 آخر خط پنجم بخورین. یوروفسکی در کتابش به نام دموکراسی می نویسد. همیشه شما که گپ از مردمای خرد نگیرین، از خرزابطا نگیرین، خب از جنرالا بگیرین. صحیح نه؟ جنرالای دموکراسی میگه من بر تو نشان میدم اگه کافر میشی سم نرکی کافر شو، اگر نمیشی سم نرکی مسلمان شو. ادی نیم کلره نشان نمیده. یعنی سه کلمه میگه. ببینیم که چی میگه. خب اینجا میگه یوروفسکی در کتابش به نام دموکراسی میگه دولت تابع قانون اساسی که ریشه در ایده های آزادی خواهانه سیاسی دارد در اصل در اروپای غربی و ایالات متحده به عنوان یک وسیله دفاعی از حق افراد برای حفظ جان و مال آنها و به جهت آزادی دین و بیان پدید آمد. آزادی دین و بیان. آزادی دین چی معنی؟ یعنی آزادی دین صبح میتونی که هندو شوی، دیگر میتونی نصرانی شوی، شب میتونی که هیچ دین نداشته باشی. اینو میگه. بس برای تضمین اون حقوق معماران قانون اساسی بر رسیدگی و کنترل بر قدرت هر کدام از شاخه‌های دولت، تساوی افراد در برابر قانون، دادگاه‌های بی‌طرف و جدایی دین و سیاست. جدایی چی؟ دین سیاست. اساس دموکراسی. در دموکراسی دین نیست. کسایی که میگه دموکراسی اسلامی خو میبینه. در خو زندگی میکنه. چون اساس دموکراسی نمیفکره. وقتی که دین داخل کردی، یگانه که میگه نیست ما دموکراسی رو چی میکنیم؟ کت اسلام یک جای میکنیم. شلغم شوروا جور میکنیم. او میگه بیاد تو از دموکراسی ما چی جور کردیم؟ از دموکراسی ما چی جور کردیم؟ پیران مینوجوب تا اینجا باشن. این میگه نه ما این اسلامی جور میگه مینوجوب اسلامی تا پای باشه. میگه خب مینوجوب نشد. مینوجوب یعنی که از ران چی باشه؟ بالا باشه. هر کس اصطلاح خود داره. یا دموکراسی اسلامی میگن یعنی چی؟ یعنی میخوان که در دنبه خوب دنبه گوسفند درست. خوب گوسفند میشه؟ خوب گوسفند نیست. نه دنبه چند روز بعد گنده میشه مفته. اما خوب این انسانی که به نام خدا هست یا علیاذ اصطلاح خدا هست میگه رو باید کلشان تسلیم چی بسازیم؟ تسلیم جامعه بسازیم و مردم یا زیر دست کی باشن؟ زیر دست مردم باشد. خب هابس، لاک و بنیانگذاران امریکا همگی به این نظر موافق بودند. این شرط اصولی و حیاتی یک جامعه مدنی است که بدون آن این جامعه نمیتواند وجود داشته باشد. خلاصه ایاره که تمام نظریات از اینا را بخوانین. مثلا در صفحه 14 کتابتان بین مؤلف آموزش دانش سیاسی می نویسد دموکراسی قرن 20 حاصل لیبرالیسم قرن 19 است. البته لیبرالیسم قرن 19 خود ریشه در افکار هیوم میل و روسو دارد. خب بین حال گپ سر از این بزنیم که اساسات دموکراسی چی هست. دموکراسی دو اساس فکری داره و دو اساس تطبیقی داره. یعنی 4 اساس داره. 4 پایه داره. دو اساس فکری داره و دو اساس تطبیقی داره. دو اساس فکریش چی هست و دو اساس تطبیقیش چی هست؟ اول اساس فکریش ای است
زمینی بودن قانون. اول اساسش چی است؟ خودتان نبره بلند بگوین. اول اساسش چی است؟ زمینی بودن قانون. چی معنی؟ یعنی در دموکراسی قانون باید زمینی باشه. چیز به نام قانون آسمانی را قبول و این قبل از این است که به کشورهای اسلامی دموکراسی سرایت بکنه. این غرب ما و شما میکنیم. ما هنوز از نگاه اسلام پیش نامدیم، اما نظریات از اونا را در غرب میکنیم. پس اساس نظر دموکراسی چی است؟ اولش چی است؟ زمینی بودن قانون. یعنی اونا گفتن ما چیز را به نام قانون آسمانی که تورات است یا انجیل است یا کلیسا هست یا پاپ است یا کشیش است قبول نداریم. این اساس اول دموکراسی. اساس دوم دموکراسی چی هست؟ اساس دموکراسی عدم موجودیت معیار مطلق. معیار مطلق چی رو میگن؟ یعنی اخلاق مطلق وجود نداره. در دموکراسی هر کس اخلاق خودش تعیین میکنه. مثلا میگه تو به نظرت لباس پوشیدن چیز خوب است؟ مطلق نیست، معیار مطلق وجود نداره. پیش تو لباس پوشیدن اخلاق است، پیش ما بی لباسی اخلاق است. تو گپ خود سرمت هم نپر تو، ما گپ خود سر تو نمیپر تو. اگر برش بویی که در دین ما حجاب است، میگه ما خود اول گفتیم که قانون چی است؟ قانون زمینی است. ما خود اول در تعریف برات گفتیم که حکومت از کی است؟ حکومت مردم است، توسط مردم است، برای مردم است. پس وقتی که نماینده‌های پارلمان هر چی که گفتن گپ از اونما قانون است. از این خاطر پارلمان میتونه کاملا حجاب حذف کنه. از این خاطر در فرانسه به اساس قانون اجازه نمیده که زنای مسلمان لباس حجاب بپوشه. بگی اینجا پارلمان فرانسه که نماینده مردم است فیصله کردن که قانون فرانسه باید چی باشه؟ زن باید به حجاب باشه. پس این زنی که در فرانسه نه چادر میپوشه، این در حقیقت ضد قانون است. او رو مجرم قرار میده و از او خاطر محکمه او رو چی میکنه؟ او رو در مقابل حجاب پوشیدنش جزا میده، از پیشش پیسه میگیره. پس دوم اساس دموکراسی چی شد؟ عدم موجودیت معیار مطلق. زنا پیش تو میگه بد چیز است، مگه پیش من بد چیز نیست؟ اگر یک پسر یک دختر جور آمدن، ما مخالف چیز هستیم، همین تجاوز جنسی. اما اگر دو نفر با هم جور آمدن چی میگه مشکل داره؟ دموکراسی اجازه میده. هم جنسگرایی در پارلمان وقتی که فیصله کرد که هم جنسگرایی باشه، دیگه تو چرا بخیلی میکنی؟ تو که میای میگی لازم در قرآن ما هست. ما خواست اول برات گفتیم که دموکراسی چیه؟ حکومت مردم توسط مردم برای مردم. کی گفتیم حکومت قرآن؟ ما گفتیم میتونه. از این خاطر وقت ما در هندوستان رفتیم، استادای پاندون کلگی شیشته بود در هندوستان، در سر میزت میره بوتلای شراب میمونه. یکی از استادای ما، یک استاد است همینجا در پانزه علوم اجتماعی پانتون کابل است. کسایی که در پانزه علوم اجتماعی هستن بوهان زدران میشناسنشن. بوهان زدران خیلی برش گفت که اما معاون علمی پانتون گفت ما استادا هستیم، مسلمان هستیم، سر میز ما شراب نمانین. ما در دعوت‌هایتون میگیم که سر میز ما شراب نمانین، شراب ما نمیخوریم. او برای ما گفت نه، گفت قانون ما دموکراسی برای ما شراب حلال ساخته. شما که نمیخورین کار شخصی تان است، اما ما از قانون خود تیر. پس کسایی که میگه دموکراسی عادی از دموکراسی را که از همین خاطر مردم میگن که کسی که میگه دموکراسی را من از الف تا به یا قبول دارم کافر میشه. چرا کافر میشه؟ به خاطر که مسلمان میگه که لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و شریعت و قانونش تطبیق شوه الا الله. صحیح نیست؟ دموکراسی میگه که ما این جمله طوری که هیچ کسی نیست که قانون شریعتش تطبیق شوه ما این قبول نداریم.